سردار سردار شد آیسته کن رفیق سردار بیارید با این طرف لطفا راه را گشایید خواهش میکنم انتظار شوید آخیر خواهش میکنم جناب درحال با حجره جراحی برید زودتر دکتر با سردارم چی شده است؟ خواهش میکنم گوید که با سردار چی شده است؟ جناب شما چیکار کرده ایستاده اید؟ دکتر جان این چی بیماری است؟ رودهش کفید است فهما حاضر برای او 1 ثانیه هم مهم است چی؟ اگر اجازت باشد باید با جراحی داره وگرنه بیمار از جایش نمیخیزد با نجیب چی شد؟ اپا خواطر نشد خواطر نشوید اپا جان تنها جراحی میکنند جراحی کروده کرودش ای خدایا خودتون رو به دستگیری رو میشم دادم رو جراحی میکنند خواطر نشب نوربانو جراحی عادی است چه خیلی عادی جراحی است اونه رپا جراحی کروده نیم ساعت دوام میکند اونقدر وزنی نیست خدا خواهد البته شفا مییابند جراحی یک باره این بیماری یک باره نمیشود آدمانی که کلهاشان پر از شدت عصب است به این بیماری دچار میشوند رحمت مدرس رو هم جراحی کرده بودند شد بچه جان شد کجاست همون تیمور که بیاید و از سردارم بیانات بگیرد؟ رفیق سرقمیسر اگر یکون کس را سرزنش کردنی باشد من سزاوارم یگان شاهد هست؟ بله سرکمیسر یک شاهد دیده است که جوان از جای حادثه با ماشین سوار شده گریخته است معشوقه‌اش بود است گفت و گفت اطاعت چرا همسرش نه؟ اگر همسرش می بود در چنین جایی نمی‌کشت مگر اینجا و جای واخوری زن و شوهر مانند است ما فرمان شما رو انتظاریم چی؟ چی؟ نظریه من معقول نشد در اینجا جسد زنی جوانی خوب است و تو پشت سندویچ خورده ایستاده ای و باز چی گفتم میپرسی گرسنه نماندی؟ گرسنه ماندم فهمیدی گرسنه من حتی طاقت عکس برداری جسد رو ندارم و تو باشی بمان چی؟ جراحان بر جراحی گریه کنان می‌دارند؟ گوش کن در یک هفته قریب 2 جسد می‌بینم از این وضعیت من هم خرسند نیستم لیکن این شهر اکنون همین خیل است اکنون در شهری زندگی کرده ایستاده ایم که مادر برای بسیار گریستن طفل گلیاش رو بریده است خوش آمدید به این شهر در آسمان نیستیم به حیات برگرد من با آدمان احساسی وقتم را خرج نمی‌کنم رفیق کمیسر کلان نجیب سردار رو به بیمارخانه بردن کم در پیش با رد اعلان کردن چرا؟ با فکرم درد کوروده شده است حالشون خوب است؟ نمیدونم ما با بیمارخانه می رویم چخیلی که گفتم یگان مشغله مخفی داشتن یا نداشتن مقتول را جستجو کنید بیانات یار و دوستان و خویش و تبارانش را گیرید خوب شده است رفیق سردار می آیی یا نه؟ سرحت تو به تلویزیون رو نوار نگیرم رانو خانم جسد رو نگیر بهترش اویله مقتول رو یا خوب رانو خانم اینا رو ویله این مردگی از کجایی بالا کارو در اینجا تمام بردن و جستجوی فهمان نیم ساعت دوام میکند گفته بودید بین چقدر شد اوچا دادم میست اما کی مندرس بارین میمورد تو چی ها میگویی الپرین جان پدرت حتما شفا مییابند
و همش مثل پیشتر می با شود. من باز پیش از خواب افسانه میگوید. البته. آفرین. رو بگیر. آفرین جان، بیا با من. بیا. آرام شوید هنرپا. ببینید بچه ها زیق شدن. گریه نکن جانکم. آخر تو مرد کن. پدرت البته شفا می‌خواهد. فهمیدی؟ لابای چی؟ در کجا آمدم؟ خیر میدانم فهمو بیمارخانه در این طرف نبود؟ با بیمارخانه نمی رویم. چی خیل نمی رویم؟ تو چی ها گفته ایستاده تیمور؟ یک حادثه زخمدار کنی رخ داده است. جبر دیده رو بیمارخانه بردن. زخمش وزنین. به جای حادثه می رویم. اما نجیب سردار چی؟ اول کار بعد دیدار. یگان شاهد هست؟ نه رفیق سرکمیسر. آوازا رو شنیده است لیکن کسی رو ندیده است. تنها این کاغذی در زمین بوده رو از نزد جسد جبر دیده یافتیم لیکن دست نزدیم تا که گروه سنجشی آمده ببینند. سرکمیسر؟ تیمور چه شد؟ شخصیت جبر دیده معلوم است؟ هنوز معلوم نیست. یک زنی 50 ساله بوده است. خیر سلامتی زن چطور است؟ سرش زخمدار شده است. وقتی اومدن یاری تاجری بیهوش بود. با کدام بیمارخانه بردن؟ و بیمارخانه مرکزی. تو چخل را ندهی کن. با تو چی شد تیمور؟ دیوانه شده ای؟ چرا اینقدر سر و سیمه ای؟ کارت نباشد. ها! برای نجیب سردار به بیمارخانه نرفتید. برای این باشد میروی ها؟ کارت نباشد فهمیدید؟ نباشد. چی میخواهی؟ کمی پیش شخصی رو آوردن سرش زخم دار. یک زنی 50 ساله. نام بیمار؟ خانم شخصیتش معلوم نیست. می بود میگفتم. همین شخص رو به اینجا آوردن یا نه؟ اگر آورده باشن حاضر در کجا؟ در اتاق جراحی. جراحی؟ چگونه جراحی؟ سر بیمار آسیب دیده است. فهمم. تیمور خودش چی گپ است؟ این چی تشویش است؟ بازکار ها؟ با تو کارت نباشد گفتم که تو کاردار نشو. هنرپا خدا شفا دهد. تشکر. خدا شفا دهد. اوهو کی را میبینم؟ بخیر است؟ تو را با این گونه حالت انتظار نبودیم؟ بسیار گپ نزن. سردار چخیل است؟ تو از کی باز این گونه دلسوز شده ای؟ جراحی به او خیر رسید. اما طبیبان تا حال چیزی نگفتند. رفیق سرکمیسر. اولی نجیب چی خیلی درست دادا موزی چی خیل؟ جراحی جدی بود. اگر کمتر دیر میموندید از دست میدادیم. لیکن بسیار شکر که جراحی ناز گذشت و شکر خدا که بیمار سری وقت به بیمارخانه آورده شده است. دکتر جان کی دیده میتوانیم؟ هنوز هوشیار نشده است. یک و نیم ساعت پس دیده میتوانیم. سلامتی دادام چی خیل؟ پروا نکن جانکم. حاضر احوال پدرت خوب است. فقط به خود آمدنش لازم.
شکری خدای بزرگوار. همش تمام شد. خونه را پر. اکنون آرام شوید. جناب درون ندارید. اما جناب لطفا اصرار نکنید. خوب بیماری که امشب به بیمارخانه‌تون آورده بودن از جراحی برآمد. یک زنی 50 ساله. نه جراحی دوام دارد. وضع سلامتیش بد است. نمیدونم. خواهش میکنم برگردید. برایید. و اینها گپ زده نمیشود. همه چیز رو برای تشخیص جمع کردید؟ با من نگاه. لابای وضعیت چقدر است؟ حالا تفتیش داریم. کارتون تمام شد. زن رو با گلدان زدن. احتمال از پیش. یعنی از پیش. بله سرکمیسر. در اینجا یک مکتوب بود. بله. از جای حادثه یک مکتوب یافتیم. احتمال خونی در رویش بوده با جبر دیده تعلق داشته باشد. باز کاغذ فرسوده است. کهنه بریم. من گیرم ممکن؟ بخشش رفیق سرکمیسر. این خلاف قانون هاست. هیچ گپ نیست. تفتیشات رو من میبرم. مسئولیتش به عهده من. به تو همین خیل برمیگردانم. اطاعت رفیق سرکمیسر. حاضر همش رو میفهمیم. شخصیت جبر دیده معلوم شد؟ بله رفیق سرکمیسر. از همسایه‌هایش پرسیدیم. تومیریس آلکوچ. تومیریس آلکوچ؟ خب کنی گویید خونه‌دار بوده است یا خود تنها میزیسته است؟ بیوزن بوده است. شوهرش وفات کرده است. تنها میزیسته است. یک بچه و یک دختر دارد. دخترش شوهر کرده. نشانی هم پسر و هم دخترش رو میخواهم. لبای تیمور احمد از ازمیر آمدند. امشب باید خانه ما یعنی فراموش کردی. به فکرم آنها تو را نیافتند. کمی پیشتر از فرودگاه به من زنگ زدند. تو ما رو میشنوی؟ تیمور اگر بیملال باشد تو آنها رو پیشواز گرفته میتوانی. من کمی کار دارم. مایلش سردارم و چه خیلی. آن کس را تو حال ندیدیم لیکن میگویند که حالشون بد نیست. شاید دیرتر به پلاتا میگذرانم. یعنی احمد رو من پیشواز میگیرم. اگر بیملال باشد کمی کار دارم. بعد خانه می آیم. مایلش لیکن دیر نکن. بخشش اپای هنر رفتنم لازم. مایلش بیرم. من باز خبر میگیرم. سلامت باش رانا جون. تا بازدید. تا بازدید. تا بازدید. دکتر جان بیمار را حاضر دیده میتوانید لیکن بسیار عذاب ندید. امشب اینجا میماند. نجیب آرام شوید اپای شنید شیرین. دادا البرین جان خاموش. نجیب سردارم الپرین تو این شب با من یکان افسانه نقل میکنی؟ نجیب دادا چی خیل لیکن من کتاب افسانه‌ام رو نآوردم. من بر تو از کتاب میخوندم مگر نخود درباره یکان قهرمان افسانه ندانی. هست. پس نقل کن. مرحمت گذارید به این طرف. سلامت باش دخترم. تیمور در خانه است؟ حاضر رسیده می آیند. کم ترک کار داشتند. هیچ گپ نه. درد کروده شدم. بله. اولوباتلی حسن؟ نه پدرش. اولوباتلی پدر حسن؟ لیکن چگونه کرودش کفیده است من نفهمیدم. نه همان که بیرق میمونده است. در بالای قلعه؟ ها در بالای قلعه میمونده است کو؟ خیر مونده است بچی. بعد دستش رو برداشته است کروده شده است. لیکن یگان دیر به تنش نرسیده است. افسانه زور بوده است کو؟ خیر بعد چی شده است با پدر حسن؟
میدونید بعد جراحی شده است. جراحی شده است. سردارم به فکرم آپرین نویسنده می شود. بعضی قهرمانی نشان دهند، بعضی دیگر آن را می نویسند. بخنده؟ انا میخیل دخترم. تیمور اصلا بچه خپک مغمبیر است. بعد از وفات مادرش بسیار عذاب کشید. این خصلتش از همان روز باقی است. گپ زن، دستت رو گیر، دستت رو گیر. گفتم که برا غم ندید. با من نگاه کن، با من نگاه کن. تو کردی یا تو کردی ها؟ گپ زن، خیز از جویا. کنی نگاه کن، با من نگاه کن. میکوشم. فهمیدی؟ گریه نکن میگویم. تیمور 2 ساله بود که مادرش وفات کرد. بعد از آن دادرم ایلدریم او را به خانه بچگان داد. البته که آن وقت تیمور بسیار داد و فغان کرد، اما پدرش دیگر چاره نداشت. چون که ما همان وقت در آلمان بودیم، کسی دیگر نبود که نگاه و بین کند. در خانه بچگان تربیت یافتن تیمور رو نمیدونستم. فکر میکردم که در خانه شما به وای رسیده است. نه او از سن 6 سالگی با ما میزیست. بعد از وفات پدرش. برای همین شما رو به جای پدر و مادر میدانند. ما او را مثل فرزند خود دوست داشتیم. به این هم شما پدر و مادری منید. لطفا ناراحت نشوید. خوش آمدید. تیمور. عذری بسیار. کارم بسیار بود. شما رو پیشواز گرفتن نتوانستم. هیچ گپ نه پسرم. کار هم البته که مهم است. شما خسته شدید؟ آنقدر نه. با هواپیما آمدیم. آنقدر مانده نشدیم. صبر کن پسرم، من برایت سورپریز دارم. بین وقتی به ترتیب در آوردن خانه چی یافتم. انا بین. لیکن این گم شده بود. معلوم می شود که گم نشده است. تیمور آن وقتها خواندن و نوشتن را بسیار دوست می داشت. این دفتر را من خریده بودم. قریب هر شب در حجرهش می نوشت و می نوشت. همین خیلی بچه جون. اما چیزهایی نوشتهش رو به ما نمی خوند. دفترش رو پنهان کرده مکتب می رفت. می خواستم دونم چی می نویسد. این کار رو بینیده. زن سیر و اسرار شوهرش رو سالهای سال می آموخت است. شما خسته شدگیستید. وقت هم دیر شد. رانو جان جای خوب رو نشان ده. نه خسته نیستیم، تو را یاد کردیم. اما جان من هم شما را یاد کردم. از راه دور آمدید، استراحت کنید، بعد صحبت میکنیم.
مرحمت به این طرف. شبی خوش. آها هوای حجره وزنی شده است. در اینجا جمعیت زیاد است. خواطر نشوید، کودکان رو من همراه میبرم. من میمونم. خواهش میکنم لطفاً بیمار را آسوده گذارید. سردارم ما رو زیاد پزمان نکنید. آدمان پزمان میشدگی همه رفتند. زودتر صحت شوید. خدا شفا دهد. تشکر کیروس. خدا شفا دهد رفیق سردار. حالا هم اینجایی؟ کودک ها رو که نگاه میکند؟ پری ها؟ دادا جان. نوروان و سلطان. خیر اپا جان. رفتیم. خیر اپا جان. خیر. اکنون از این پس با نوبت افسانه نقل میکنیم. یک بار تو، یک بار من. بیا رفتیم. خوبی؟ همه ما رو خواطر کردی. خیر احتیاط باشید. مایلش. تو بازدید؟ حلیمه اگر خواهی تو را گسیل کنم. دیر شد. سلامت باشید رفیق سرکمیسر. من هم با یگون تاکسی میروم. زنی جوان تنها در این وقت شب با تاکسی رفتن نمیدانم دلم آرام نمیگیرد. خواطر نشوید رفیق سرکمیسر. خدا خواهد من خودم رو سرشته کرده میتوانم. خدا.
کی تیره‌زا رو شکست؟ اینجا بیایید. کی تیره‌زا رو شکست؟ گپ زنید. کی تیره‌زا رو شکست؟ تو تیره‌زا رو شکستی تیمور. تو تیره‌زا رو شکستی میگویم. تو شکستی. گپ زن. تو شکستی. گپ زن. باید رو فرار. خوبی زده تیره‌زا رو چی کار کرد؟ دیدی؟ دیدی ها؟ دیدی میگویم. دیدی؟ دیدن بس نیست. کنی کشو دستت رو؟ تیره‌زا شکستن؟ چی بوده از فهمیدن در کن. از اینجا میرویم به خونه میرویم تو را مادرت انتظار. مادرم؟ ها مادرت. گوش کن تیمور، خانونا که او را در خانه بچگان بسیار دوست می داشتی، اکنون مادری توست؟ کنی بیو بچیم. خوش را آمدی. از این پس همه وقت یک جا می باشیم. همه وقت. تیمور تو حالم خوب نرفتی؟ نه حالا نه. با تو چی شد؟ حالت خوب است؟ لبای شخصیتش رو معلوم کردید؟ جایش رو چی؟ خوب می آیم. من رفتم. می روی؟ در این به وقتی با کجا؟ ای احمق نادان، دختر را از دست دادی. خواهی گسیل کنم بوده است. چی دختر در حال از پس از دویده آغوشت میگیرد؟ آخر دختر شرم و حیا دارد. در حقیقت جسد جوانزنی که در نزد ساحل یافت شد عاشق پنهانی داشته است. همین؟ بله سرکمیسر. شخصیتش معلوم؟ جوان با نام بابور. در کجا بودنش رو میدانید؟ از جای استقامتش نیافتیم. رفیقان جستجو دارند. از خردترین معلومات البته مرا خبردار کنید. خوب شده است سرکمیسر. شما با کجا سرکمیسر؟ با بیمارخانه. به نزد زنی که چندی پیش زخمدار شده بود. در شعبه بیماری‌های وزنی. شعبه بیماری‌های وزنی؟ بله. گپ زده میتواند؟ شما شوخی میفهمید. خیر کی به هوش میآید؟
اوچا خدایا این چی حال است؟ تو کیستی؟ من تیمور رو نمیشناسم. آخر من تیمور پسرت. اوچا من تیمور گفتنی پسر ندارم. اوچا واسکاری میروم. این سربازی است. چی کار شدنش معلوم نیست. اوچا یک بار مرا با آغوش گیر اوچا جان. راو وگرنه پلیس رو جیغ میزنم. پلیس در تنگ در است اوچا. پسرت پلیس شد. از هیچ چیز خبر نداری اوچا جان. السلام علیکم. نیم امک؟ نیم امک. من باید یک شتای نغز خورم. لیکن شتای عادی نه. میگویند که مردنی وار با کفشی نیم امک. انا همین خیل. علیکم سلام. خوب نمیپرسم که با چی کار مشغولید. انا همین خیل امک. انا همین خیل. انا همین مردی بی عقلی که میبینید با مردن زنش 3 ماه شده است و دلش به عشق نو گم میزند. مگر این درست است نیم امک؟ عجایب. یعنی دلش چی؟ گم زدنش چی معنی دارد؟ گاه این طرف گاه اون طرف. حسیات آدم مثل باد و هوا دیگر شدن میگیرد. خوبو، لیکن این دل من کی قرار میگیرد امک جان؟ از برای خدا با همان پاپوشی میگوید
کاوش میگوید گرفته من رو مردنیوار بکوبید. به خدا اگر دستم رو بردارم نامرد باشم. این چیکار گپه؟ زبانت رو نگاه دار. چای نوش. شاید سرت سوز شود. چای را که می نوشم لیکن دوای من یک شرطه آبدار است. میدانی ما را تماشا کرده ایستادند. کی تماشا دارد؟ با سر کرده دمک؟ بین آنجا. نه مامک، آخر شما چرا میبینید؟ به نظر من هیچ چیز نمی نماید. چرا میبینید؟ نمیبینی ما را نگاه دارد. گپت رو دانسته گوی. چی میگوید؟ نه مامک، از برای خدا کی به سوی ما نگاه میکند؟ نه مامک، آخر کی سوی ما مینگرد؟ شما مزاح میکنید؟ من آخر هیچ چیز رو نمیبینم. نفهمیدم. به من اجازت نه مامک. به فکرم سرطان امشب سخت درد دارد. خودت رو میشناسی؟ به اندازه میشناسم. اگر خودت رو شناسی چه گفتنم رو میفهمی؟ نفهمیدم. هر جا که روی کسی هست که تو رو همیشه میبیند. رو از اینجا. روی. چی علاج؟ سربازی ما بهترین، سربازی ما زودترین، 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 سربازی ما بهترین. 75 Bekir 75 16. Efendim bilinen yerde çıkış oldu tamam bilginiz olsun. 75 16 anlaşıldı 61 63 64. Duyan oldu. Bir şey yok bir şey olmuş. الو بهیز صورت شخصی شوفناکی که به من دادی نامش بابور بود همان دوست داشته زنی که جسدش رو یافته بودیم بله افسر کمیسر
نسبش چی بود؟ 1 دقیقه پاچ سرکمیسر چرا میپرسید؟ پس برادری بوگایم تو هستی ها؟ قاتل آن زنی جوان و مادرم را نیز زخمی کردگی تو هستی. تو را شخصا میابم احمق، حتما میابم. نجیب چی شد با تو نجیب؟ آب چی؟ آب؟ آیا آب نوشیدن ممکن است؟ از دکتر پرسم؟ خدا تو را برکت دهد زنک. این غمخوری‌هایت را فراموش نمی‌کنم. صبر کن صبر کن. من هیچگاه ستاره بخت نداشتم. یگان دستی شفقت بالای سرم نبود. لیکن در این باره خیال میکردم با فریب آنکه تو مرده کلان شدم، اشتیاق نسبت بر تو داشتم و مهر فرزندیم میگفت که تو نباید مرده باشی. نه نباید. گفتم، جستجو کردم و در آخر تو را یافتم. تو را 2-3 روز پیش از اسکری رفتنم یافتم. یک بار باشد هم تو را دیدن خواستم. با وجود مرد کلام بودنم خواستم که مرا با آغوش گیری. سببی در 2 سالگی مرا چرا ترک کردنت را نمیدانم. بر من چرا گفتن که تو مرده ای؟ این را هم نمیدانم. یک چیزی میدانستگیم همین که دیگر تو را ناراحت نمیکنم. حالا دانسته باش که تو برای من یک و یگانه هستی و میمانی. اگرچه تو را هیچ وقت نشناخته باشم. فرزندت. به مادری
مرا مغمبر کرد آچه. از زنم سرکرد تا دیگران آیا مرا کسی دوست می‌دارد نمی‌دارد. خیز آچه. بیدار شو خیز و یک بار باشد هم. مرا با آغوش گیر چون که دوای من شفقتی توست. یعنی شما تیمور رو بعد از وفات پدرش به پرستاری گرفتید همین خیل؟ بله. الدریم یعنی پدر تیمور در 6 سالگی تیمور باز خانه‌دار شد. آن وقت تیمور را پدرش به نزد خود گرفت. اما 1 سال پس از خانه‌دار شوی از کسلی سرطان وفات کرد. آن وقت تیمور در نزد مادرندرش ایستاده نخواست. ما هم از آلمان برگشته بودیم. نزد ما آمد. از آن روز این جانب در خانه ما می ایستاد. برای همین شما رو به جای پدر و مادر میداند. البته تیمور خردکک را میدیدیم. وقتی خانه ما آمدن بسیار شادی میکرد. همان مایندرش نامش چی بود؟ کامران. چه خیلی که تیمور او را هیچگاه دوست نداشت. حالا آنکه به یک زن زیبای ملایم مانند بود. لیکن خانه عمه‌اش را انتخاب کردن تیمور چیزی مقرری بود. اشتهای تو ترسوندی تیمور تو کی آمدی؟ حکایت های خوردیم رو از عمه هم شنوم گفتم. یعنی تو خیلی شد همین جایی؟ برای من چای نیست؟ آره در بالای گاز؟ اما جان دیدی ها زنم یک پیاله چای هم نمیریزد. من میریزم نخیز. لیکن تو هم در بین آدمون مروبت کردن رو دوست میداری. اصلا خیلی خوب شد که اومدی. تشکر اما جان. از جای کار زنگ زدن. بعد از 2 ساعت برمیگردم. البته رو دخترم کار است. لیکن بعدی اومدنم به تماشای فیلم سلطان احمد میرویم. فقط اعتراض نکنید. زود برمیگردم. بیستو زنک زبانم را سوزاندی. تو چی اینقدر از زبانم بیزار شدی؟ آخر به تو آبی خنک نوشیدن ممکن نیست. آخر چای گرم را تیز نمیخورند کو. من خب خود را چطور حس میکنید جناب نجیب؟ شکر بسیار. بسیار خوب. فقط شب کمتر درد کرد. میگذرد. یگون شکایت ندارید؟ تشکر همش خوب است. نشاندادها خوب است. فردا جواب میدیم انشالله. تشکر دکتر. شکر. بختتان بلندی کرد که شما را سری وقت به بیمارخانه آوردن. احتیاط کنید. شکری خدا. دیگر بیمار نشوید. تشکر. سلامت باشید. اما از شما یک چی پرسم مایلش؟ مرحمت بپرس. مادرم مرا چرا ترک کرد؟ پسرم اهمیت نده. از بعد چند سال گذشت. هم فهمیدن چی فایده دارد.
беҳуда зиқ мешавӣ. беҳуда язна одам чанд модар дорад. магар ман ба донистан ҳақ надорам? падарат гуфта буд модарат вақти ҳомиладорӣ туро исқоти ҳамл кардани будааст. падарат розӣ нашудааст. маро аз ҳомиладориаш намехостааст. баъд аз таваллуд шуданат туро ягон бор ба оғӯшаш нагирифтааст, намакондааст. барои чӣ? ман чӣ гуноҳ доштам? модарат дар бораи ту ба як хурофот боварӣ доштааст. туро лаънат шуда меҳисобид. лаънат шуда. вақте ки ӯ ҳомиладор будааст, як ҳамсоя ӯро фиреб додааст. ӯ ин хурофотро дар майнаи ӯ ҷой кардааст. яъне падарат ҳамин хел гуфта буд. падарам мегуфтааст. бовар кардед? бо падарат бисёр муноқиша мекардааст ва як рӯз модарат аз хона бо марди дигарӣ гурехтааст. падарат ба ин кораш тоқат накард. модаратро ҳеҷ гоҳ набахшид. мурдани модарамро ба мани кӯдак бовар кунондед. то вақти ба аскарӣ рафтанам. тимур, чизе нахӯрда меравӣ? ҳалима, лабай рафиқ саркамисар. кор дорӣ? ягон кори зарур надорам. чӣ буд? ду ҳодисаро тафтиш дорам. ба ман ёрдам медиҳӣ? албатта рафиқ саркамисар. саломат бош. беҳис бегоҳ санҷида буд. агар пешравӣ бошад аз ӯ пурс. мехоҳам он одамро пайдо кунам. бобур алкоч? ҳодиса чӣ буд рафиқ саркамисар? шахси шубҳанок. ғайр аз ин гузориш гурӯҳи ташхисотро низ дидан мехоҳам. фаҳмо рафиқ саркамисар. ташаккур. ючел, инҷа биё. зудтар биё, зудтар биё. бобур, хаб шаваҳла. ин чӣ либос? масхарабос шуди чӣ? даматагир. модари ман шаб бемор шудааст. ба фикрам шаб бехосиятҳо дар хонатон буданд. чӣ гап? намедонам. беморхона бурдам. кадом беморхона медонӣ? ба гӯшат расидагист. мумкин расидаги. кабзон, ти чӣ мехоҳӣ? ман чӣ мехоҳам? йени ҷопунӣ ё динури қувват. рафиқ саркамисар. лаббай. гузориши гурӯҳи ташхисгарон ва маълумотномаи тиббиро дар бораи ҳодисаи куштори лаби соҳир гирифтам. маълум шуд ки нехир ирлиқ буғӣ карда кушта шудааст. зеро дар ҷасад якчанд чизе ки ба мард тааллуқ доштааст пайдо гардид, масалан мӯи сар ва дигар чиҳо. фаҳмидам. хуб, санҷиши ДНК карданд? бале рафиқ саркамисар. аммо чизи дигар ҳам пайдо гардид ки моро ба натиҷа зудтар мерасонад. якчанд метр дуртар аз ҷасади зан ҷузвдони ӯ ба нақши ангуштон пайдо гардид. ҷуздон холист. эҳтимол ҷинояткор баъд аз буғӣ кардан чизҳои дохили ҷуздон бударо будааст. акнун тасаввур карда метавонед ки изи ангуштон ба кӣ тааллуқ дорад? ба бобур алкоч? бале рафиқ саркамисар. маълум шуд ки бобур алкоч дар ҷиноятҳои хурд собиқадори пешин аст. яъне исбот шуд ки изи ангушт ба бобур тааллуқ дорад. ҳамин тавр рафиқ саркамисар. аз ҳодисаи дигар чӣ? бале, ҳодисаи Тамири Салкоч. Тамири Салкоч ҳозир дар шӯъбаи эҳёгарӣ медонам. давом деҳ. дар ҳодисаи Тамири Салкоч маълум шуд ки шахс бо гулдон захмдор карда шудааст.
байни онҳо муноқиша бармехезад. ҷинояткор ӯро зада меафтонад, аз мойҳояш кашида ба рӯяш туф мекунад, сониян бо гулдон ба сараш зада захмин мекунад. айни замон ташхисгарон изи ангуштони ҷинояткорро дар гулдони шикаста пайдо намуданд. ба ки тааллуқ доштани изи ангуштон маълум шуд ва ин нуқта бисёр муҳим ва аҷиб аст. изи ангуштони бобур алкочро пайдо карданд. бале, бобур алкоч бачаи тамирис алкоч мебошад. аниқ? бале. яъне ки ин ду ҳодиса ба якдигар иртибот доранд. инро намедонам, рафиқ саркамисар. лекин гумонбари ҳар ду ҳодиса як аст, бобур алкоч, ҳамоне ки ҳоло дар озодӣ дастҳояшро ҷунбонида мегардад. ана ҳамин тавр. ин хел нишастан мумкин нест. ин шахсро ёфтанамон дар кор. худро ба ҷои ӯ тасаввур кун. дар куҷо буданаш мумкин? инро намедонам, рафиқ саркамисар. ё ин ки аз ду нафар чаро яке зинда аст? бахшиш, шӯъбаи эҳёгирӣ дар киҷо аст? намедонам. ташаккур. бахшиш, шӯъбаи эҳёгирӣ дар киҷо аст? ошёраи чорум. ташаккури зиёд. алло, ҳалима? бале, рафиқ саркамисар. дар куҷоӣ? дар ҷои кор. чӣ буд? наҷиб сардорро хабаргирӣ омадам. фикр кардам ки шояд дар ҳамин ҷо бошӣ, вале пайдоат накардам. дар идора боз ки аст? темур саркамисар ҳастанд. фаҳмо, вай be in ham mayli in тарафҳо надорад. кист? ягид саркамисар. ҳар гуна одамон, ҳатто нуқтакандаҳо ба аёдати бемор меоянд. аксар шӯъбаи эҳёро мепурсанд, лекин аз акаи темури мо ягон хабаре нест. ба шӯъбаи эҳё ҳар гуна нуқтакандагиро намемонанд. ҳалима, чӣ гуфтӣ? муҳим нест, рафиқ саркамисар. вай медонад ки як тошро кушта натавонистааст, барои ин ҳатман тадбир меандешад. телефонро ба ман диҳ. алло, йигит. темур комиссар, ҷанобашон чӣ ҳол дошта бошанд? камтар пеш гуфтӣ? аз қадршиносии ту суҳбат мекардем. не, шӯъбаи эҳё гуфтӣ, нуқтакандагӣ гуфтӣ? камтар пеш як нуқтакандагӣ ба аёдати бемор омада буд. шӯъбаи эҳёро пурсид. чӣ гуфтӣ? чӣ нафаҳмидӣ? шахси туро пурсида 25 сола? бале, ба одами бангӣ монанд буд. йигит, аз ту як хоҳиш дорам. бифармо. дарҳол ба ошноии чорум ба шӯъбаи эҳё баро, ба ҳуҷраи томирис алкоч фаҳмо зуд лекин. агар шахси гуфтатро он ҷо бинӣ, дарҳол дастгираш кун. зуд баро, мо ҳам меоем. биёед рафтем. оҳо, кор хеле ҷиддӣ будааст.
احمقی بیشرف ایست ایست بگویم آی ایست پلیس بزانو زودتر بزانو با زمین باشی خدر دیگر با من خیلی نگاه میکنی؟ چی کار کنیم؟ برای تو بر این آدم بیناموس غم خوریم؟ من حق دارم ادوکات میخواهم ادوکات در راه است تشویش نشو با زنی که علاقه مخفی داشتی اغوا کردی پول پرسیدی داد باز پرسیدی باز داد باز پرسیدی باز داد وقتی که دیگر دادن نتوانست با پلیس میروم گفت جنجال کردید و تو را بوغی کرده کشتی ها بوغی کرده کشتی این خیل آدمان پس را در صحیفه سیمی روزنامه ها بیشتر با میخوریم تو اصلا گویی که مادرت را چرا کشتن خواستی کنی گپ زن در خانه از پسرش که من او را نمیدانم یک مکتوب دیدم مادری من اصلا یک زنی سبک پا بوده است بزدن حق نداری برای مادری من این کلمه را استفاده نکن چی ها میگویی؟ من 30 سالم یک بار مادرم مرا با آغوش نگرفت یک بار باشد هم از پیشانیم نبوسید یک بار باشد هم با او در یک خانه نایستادم یک بار هم گرمش را حس نکردم یک بار پسر جانم نگفت میدونی چرا؟ چون که او مادریش را به تو میکرد به تو بر این یک رزیل و تو قدر این را ندانستی چی میگویی تو؟ به مادری مرا بخشی کرد یک آدمی پس شدم لیکن تو قدر این مادرت را ندانستی جزایی سزاوار میبینی رفیق سرکمیسر ایستید کارهای باقی مانده رو من حل میکنم رفیق سرکمیسر شما کمتر استراحت کنید لعنتی همشیره لبای یک زنی اینجا خواب بوده که افسوس 20 دقیقه پیش از دست دادیم شما از نزدیکانش یا برای اجرای وظیفه هم هر دویش هم هیچ کدامش خدا رحمتش کند
خوب بودنتان چی خوبه سردار. نباشد با شما سیری دل گفتن نمیتوانستم. پدرم چرا نامم را تیمور منداز میدانید؟ چون که او مرا دوست نمیداشت. نامی او یلدریم بود. از چی باشد یلدریم بایزید را بسیار دوست میداشت، همان پادشاه را. از این رو تیمور لنگی را که او را اسیر گرفته بود، یعنی همان لنگ را چشم دیدن نداشت. کارا بینید که تقدیر من هم لنگید. پدرم مخصوص برای مرا جزا دادن نامم را تیمور مانده است و من با این نام حیات به سر میبرم. نامم شاید زیبا باشد، لیکن نیتی پدرم بسیار هم بد بود. با شما یک چیزی را که حتی زنم نمیداند میگویم. سردارم با من گویید کسی در حیاتش 2 بار یتیم مانده است. من یتیم ماندم. یک بار در 2 سالگی و یک بار 30 دقیقه پیش. او چی کاری کند من هم او را به فرزند ماندم. او را محافظت کرده نتوانستم. او چیزی خواهد کردن گیرم. من باید از نزد در او دور نمی رفتم، چون که مادران مثل آسمانند، مثل آسمان. دیگر من آسمان ندارم رفیق سردار. همین خیل نه سردار. کی میگفتی مکتوبی با حسرت نوشته ای من سببی مرگی او میشود؟